درود به همگی، به کانال کیالن خوش آمدید. امروز میخوام در رابطه با اختراعاتی که هلندی‌ها توی دنیا انجام دادن و ما از اونها در روزمره استفاده میکنیم صحبت کنم. پس با من همراه باشید. خب تو این دنیا خیلی وسیله است که ما استفاده میکنیم و خیلی هاشون نمیدونیم که مخترعش کی بوده و مال چه کشوری بوده. حالا من تعدادی از اختراعاتی که توی دنیا ثبت شده و مال هلندیا هست و میخوام بهتون بگم. البته اگر که این ویدیو رو دوست داشتین، الان فقط میگم که چه اختراعاتیه. اگر که ویدیو رو دوست داشتین میتونید تو کامنت ها بگین که من براتون با جزئیات کامل، یعنی اسم شخص و تاریخ زمانی که این اختراع به ثبت رسیده همه رو براتون بگم. پس شروع میکنیم. میشه گفت قدیمی ترین چیزی که به دست هلندیا اختراع شد یا حالا به ثبت رسید بازار بورسیه که شما توی دنیا دارید میبینید که همه دنیا از این بازار بورس استفاده میکنن. شروعش با کار هلندیا بوده و هلندیا این سبک و سیاق رو درست کردن که الان همه جای دنیا بازار بورس هست و همه داخلش هستن. یکی دیگه از اختراعات زیردریایی هست. این زیردریایی که میبینید که همه کشورها ازش استفاده میکنن، کشورهایی که به دریا بستر هستن، اصلش و بنیادش به دست هلندیا درست شده. یکی دیگه از اختراعات نوار قلبه. این نوار قلبی که شما الان که دیجیتالی شده ولی زمان قدیم اونهایی که خود قدیمی هستن یادشونه که روی یک کاغذی ثبت میشد. در صورت نوار قلبم به دست هلندیا ساخته و به ثبت رسیده. وای فای هم جزو اختراعات هلندیا بوده که با شرکت اپل اولین بار به بازار اومده. یکی دیگه از اختراعاتی که هلندیا به ثبت رسوندن دوربین‌های مداربسته، همون دوربین‌هایی که خیلی‌ها باش خاطره دارن و به خاطر سرعت و این چیزها، اون هم مخترعشون هلنده بوده. یکی دیگه از اختراعات خوب هلندیا سیده است که البته فکر کنم تا دهه 80 هم از سیده استفاده میشد و حالا دیگه تقریبا میشه گفت از بین رفته و اون اختراع هم مال هلندیا سیده. میشه گفت یکی از بهترین دستگاه هایی که برای پزشکی ساخته شده کمک به کسانی است که مشکل کلیوی دارن به نام دستگاه دیالیز. اون دستگاه هم به دست هلندیا ساخته شده. از دیگر اختراعات دیگه که میشه نام برد تلسکوپ هست. تلسکوپ هم هلندیا اختراعش کردن اولین بار. و یک چیز جالب برای کسانی که علاقه به آشپزی و این چیزا دارن و به شکلات خیلی علاقه دارن اینه که هلندی ها اولین بار این شکلاتی که توی دنیا رو میبینید و استفاده میشه و پودر شکلات رو هلندی ها کشفش کردن و به ثبتش رسوندن. خیلی چیزهای دیگه هست که هلندی ها اختراع کردن و خب اگه بخوام همه رو بگم و بخوام توی فیلم بعدی براتون خیلی توضیح بدم، اون فیلم دوم خیلی طولانی میشه. اینها جز مهمترین هاش بود. به اضافه این که خب خیلی چیزهایی رو هلندیا به نام خودشون ثبت کردن که اختراع نیست. مثلا اولین ازدواج همجنسگراها توی هلند بوده، اولین بار توی دنیا که به رسمیت شناخته همجنسگراها رو. یا اینکه اولین بار توی هلند بوده که هیچ نوع سگ و گربه یا هیچ جانوری که بدون چیز نبوده، بدون ساب نبوده، که جز به اختراعات حساب نمیشه و جز به یک ردبندی دیگه است. یعنی میخوام بگم که خیلی گسترده است و نمیشه که همه رو زیاد چیز کرد، ولی خب اینها جز مهمتریناش بود. حالا اگر که واقعا شما دوست داشتید که جزئیات کاملش رو بدونید که دقیقاً توی چه تاریخی
اینها به ثبت رسیده، به دست چه کسانی به ثبت رسیده و اسمشون و اطلاعات کاملتر میخواین، من میتونم با یک ویدیوی دیگه اینو کاملا توضیح بدم. پس اگر که دوست داشتین میتونید توی کامنت ها برام اینو بگید و که من براتون این ویدیو رو هم درست بکنم. این ویدیو رو زیاد طولانی نمی‌کنم، پس اگر ویدیو رو دوست داشتید اونو لایکش کنید. اگر که کانال رو سابسکرایب ندارید اونو سابسکرایبش کنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید و کامنت بذارید هم در مورد با این اختراعات که چند تاشو شما میدونستین که کار هلندی هاست و اگر که من اختراعاتی بود که نگفتم میتونید اونا رو هم بگید اگر که خودتون اطلاعات عمومی رو دارید، و اینکه حتما برام بنویسید که آیا میخواین اونو با جزئیات درست براتون بکنم یا نه. به امید پیروزی و تا ویدیوی بعدی. تا اوایل دهه 50 ایران مسیر پیشرفت را با شتاب طی می‌کند و سرعت رشد آن از چین قرن 21 هم بیشتر می‌شود. درآمد سرانه در 20 سال ایران را به یکی از 5 قدرت اول جهان تبدیل خواهد کرد. I think that we can say very firmly and with absolute certainty that Iran will not only become an industrial nation, but in my assessment, in 12 years' time, enter what we say the era of the great civilization. The era of the great civilization, for those who are interested to know, means a kind of a welfare state where everybody, since he's born until he's dead, will enjoy every kind of social insurances. به گواه بسیاری از پژوهش‌ها اگر ایران روند رو به رشد خود را 10 سال دیگر ادامه میداد به جمع پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا می‌پیوند.